برای خصوصی کردن پیج اینستاگرام خود می توانید از مراحل زیر استفاده کنید. 1. باز کردن اپلیکیشن اینستاگرام. ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام را روی دستگاه خود باز کنید. 2. ورود به تنظیمات. در صفحه اصلی اینستاگرام به پروفایل خود بروید. سپس روی آیکون 3 نقطه عمودی در بالا سمت راست صفحه کلیک کنید تا به تنظیمات دسترسی پیدا کنید. 3. ویرایش تنظیمات حریم خصوصی. در بخش تنظیمات به قسمت حریم خصوصی بروید. 4. خصوصی کردن حساب. در بخش حریم خصوصی، گزینه حساب خصوصی را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید تا حساب خود را خصوصی کنید. با این کار فقط کسانی که شما اجازه داده اید می توانند محتوای شما را مشاهده کنند. 5. تنظیمات حریم خصوصی بیشتر. علاوه بر خصوصی کردن حساب، می توانید تنظیمات حریم خصوصی بیشتری را انجام دهید، مانند محدود کردن دسترسی به دنبال کنندگان خود، تنظیمات بلاک کردن کاربران، مدیریت درخواست‌های پیام و غیره. می توانید این تنظیمات را در بخش حریم خصوصی مربوطه انجام دهید. لطفاً توجه داشته باشید که با خصوصی کردن حساب، محتوای شما فقط برای دنبال کنندگانتان قابل مشاهده خواهد بود و کسانی که شما اجازه دسترسی به حساب خود را ندهید، نمی توانند محتوای شما را ببینند.